به واقع صاحب بیت، یعنی وقتی میگن بیت فلانی یعنی جایی که درش بازه، یعنی جایی که محل رفت آمد، محل مراجعه است و به واقع منزل ایشون چنین جایی بود. بعد از سالها که ما در نسل قدیم میشنیدیم که کسانی مثل آقا محمد مجرد که خود استاد بلبایرانی هم در اون محافل خاطرات زیادی داشتن و بعضا کسانی که منزلشون محل رفت آمد بود و محل آمده شده بزرگان اهل فرهنگ و هنر بود و محافل هنری تشکیل میشد و خیلی قابل استفاده بود و حضور در اونجا درس بود برای اینه که ایشون در این زمانه فکر کنم از محدود کسانی بود که در خانه‌اش باز و این هم با مهر همسر عزیزش میسر میشد، سرکار رولی خانم، و همچنین از برادران هنرمند و عزیزشون حسن آقا، محمود آقا، محمد آقای بلوچ عزیز که هر سهشون هنرمندن و شاخصند و صاحب آثار هستند و همچنین فرزندان نازنینش به همه تسلیت عرض می‌کنم از طرف خودم، از طرف اهالی موسیقی سرزمین و از طرف خانه موسیقی ایران که خانه موسیقیدانان ایران است. سرتون رو درد نمیارم و برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و برای روح بلند این بزرگ مرد طلب رحمت و رضوان و علوم درجات سپاسگزارم هستم. تشکر میکنم از سنی ورزشمند مدیر عامل خانه موسیقی جناب استاد نوربخش که از این فرصت استفاده میکنم. باز هم از زحمات معظمانه و همکاران عزیزتون که عهدهدار این مراسم ها بود از تشریف تا به شب دستتون رو ارادتمندانه می‌فشارم و می‌بوسم جناب استاد نوربخش. باز هم به افتخار همه قدرشناسان اکبر بلبل دست مرتب می‌شم. قبل از اینکه دعوت کنم از جناب